اینو به خاطر من یک بار امتحان کن. لطفاً چی میشه حالا؟ البته امتحان میکنم. خوبه است. چطور است؟ زیاد برات نمود میته. سلام. سلام. با محفل میری یا نمیری؟ فکر نمی کنم. من زیاد کار دارم، باید کنم. از سیفدا یا از استاد علی خوشت نمیه؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ یعنی چی بفهمم از حالتت قسم معلوم میشه که نمیخوای بیایی، از خاطر گفتم. دایگاه خواهر، تو براسی نمیایی؟ ملا صاحب زیاد خفه میشه. شاید یک سر بزنم. خدا حافظ. کاکا خدا داد بیا دیگه، تو هم نه. آقا پیلوت، شما میچستین؟ خوش شدم که شما آمدید. راستش ما ای پقانا را پف کردن نمیتونم آقا پیلوت. به خاطر ما شما ای را پف کردن میتونین؟ های پقانه چی پف کردن چی بلیاز خدا. بی خانم ازگی بعضی چیزا غلط درک میشه. از روز پیشم گفتیم ما برات وعده کرده بودم که نان یک جای میخوریم. ای که شما در کدام دنیا خیال پلاو میزنین من نمیفهمم، اما باره دیگه قسم نکنین. درست است؟ خانواده عروس ما اینجا بودن. انشالله خوشبخت شوین، در یک بالشت پیر شوین بخیر. های او تک داماد پیدا کردیم که هرچی توصیف شوا بازم کم است. ها خوش آمدین. دخترم گفتم میشه که کالای عروسیت فراموش کنی، از خاطر ما برات گرفتیم. خب کالای چی؟ ایره بی در عروسی آدم چی را میپوشه دخترم؟ بی این لباس عروسی پاکیزه خالیت است. بعد از عروسی بار دوم است. گفتین کالای عروسی؟ بسیار زیاد تشکر، اما هیچ لازم نبود. یک قسم یک چیزم امکان داره. یعنی چی که لازم نیست؟ ایره در محفل میپوشی. اگر کدام طاقم مناسب داشته باشین بیاین که یک باری لباس امتحان کنیم. حالا دیگه حالا بفرمایین. شما اینجا استاد نباشین لطفاً، بفرمایین. ملالی در عروسی دختر خود ما به صفت مهمان خیست آمدیم. چی کنیم خیریه؟ یام دیگه جزای ما است. یعنی خواهرم باید امی رقم عروسی میکرد؟ بیا بچیم بیا، عروسی از محفل از هرچی که از بریم که خلاص شوه. خسته شدیم دیگه. بره. والا بسیار خوبش میگه. چقدر مقبول شد. بیخی کاملا جانش فکس بود، فقط به همو دختر شده باشه. باش که بگیرم کثیف نشه. های ماشالله ماشالله.
خدا بسیار مقبول شده. هیچ کسی شور نخوره. در جای تصدش مادر جان گوش کنین، مردم ما منطقه خواستن در بین خود یک محفل خرد بگیرن. بسیار زیاد اصرار کردن. مام چی میکردم دیگه؟ توی کدر سفدا حالی دیگه چی هست؟ راستش فکر کنم زیاد مبالغه کرده. منتظره چی هستین؟ برین دیگه. برین از این طرف برین. چقدر خوب شد نه؟ یه قسم محفل عروسی. هرچند کمی متعجب شدن اما راست میگی؟ با تو عجیب معلوم شد؟ یعنی مثل که دفعه تنی شده باشنی؟ نه، یعنی بالاخره عشق همی است. عشق همراه انسان چی کارایی که نمی کنه. و ببینی خدا شاید است چقدر اینا به هم دیگه می زیبن. بیازوی استاد به خاطر ای دختر از جان خودم تیر بود، میفهمی؟ تو از کجا میفهمی؟ من آدم عاشقه از چشماش میشناسم. مطمئن هستم که به خاطر سیفدا جان خودم آماده بود بته. ما میمرم به خاطر خانمی که دوستش دارم. ما میمرم. اگه 1000 جانم داشته باشم کلشو میتونم. خب کدام چیزی نگفتیم که قار کرد. دخترم تو هیچ جایی نمیری دختر جان. اگه میخوایی خدا آزار نتی باز از این جای هیچ جایی نمیری. بگو چی؟ بچیم کی ویدات اختطاف کرده؟ استاد او تا کاجی به غیرت ویدت ما رو گرفته. تو درباره کارهای موبایل و سیگنالاش چیزی میفهمی؟ میتونیم از طریق موبایل پیداش کنیم؟ نه میفهمم، حال هیچ وقتی گپا نیست، اما مسئله مرگ و زندگی بیادرم است.
اگه تاکاجی را پیدا کنم باز بیادرمان پیدا کردم میتونم. بریم. نه استاد، عروسی تو هست. تو از طریق موبایل جایشو بر ما بگو دیگه خلاص هستی. گپه دراز نکو پیلوت. بریم. شمارش بگو. 0532 369. حالا استاد کمی عجله کن. پیش از اینکه بیادرم چیزی شوم ما باید اونجا باشم. پیداش کردم. حالا بریم. تو باش استاد. تو نیا. تو میماندار هستی. عروسی تصنیه بیادرم. بانکی تصمیم خودم بگیرم پیلوت. برعلاوه فکر نکن که به خاطر تو میایم. من همراه تاکاجی یک حساب جدا دارم. بریم. رئیس، علی و پیلوت با هم یک جایی می آین. خوش بیاین، صفا بیارن. من میفهم کمرشون چی کنم جانم. جانم داماد کجاست؟ نمیفهمم. علی هانجان دیگه وقت نماز است چطور؟ نماز چی؟ بلیاز خدا میرال 2 ساعت میشه که نماز خفتن خوانده شده. راست میگه. سیفتا دختری آدم چی شد؟ نمیفهمم توکچه. یک دفعه گم شد رفت. انشالله اگه نبیه نجات پیدا میکنیم. اگه نیایم چی میشه؟ ما را بیاب کد. خدام بیاب کد. بس از کوک سال. اگه سر به دست کدام بلای بیارنه باز خود اصلا بخشیده نمیتونم استاد. پدر مرحومم میگفت که بچه‌م ودت است و کده کلان است، اما تو باید متوجه او باشی و با او کمک بکنی. تا 15 دقیقه دیگه اونجا میرسیم. طرف ما بیبی پیلوت. وقتی تاکاجی را پیدا کردیم هوش کنی کوشش از بین بردنش نکنی. من همراه از او بعضی حسابای دیگه دارم. وعده داده نمیتونم استاد. ما هم یگان تصفیه حساب دارم همراه او آدم بی غیرت. اگه پیش از گپ زدن من کوشش کنی که تاکاجی را از بین ببری باز چیزایی را که قرار است از او پرسان کنم از تو پرسان میکنم. حتما منصرف شده. چرا باید منصرف شوه؟ او کلان آدم است. طفل خونی است که نفهمه ها. این کار هیچ درست نیست. من خوب براتون گفته بودم عاقبتی کارم تو میشه. ای کارم از کدن است. ای کارم از کدن است. از عروسی کدن کده ای خوب است خیریه.
بچه مینا کجاستن؟ در اینجا هیچ کسی نیست. خوش آمدین. اینجا هستم. نامرد، اگه ودتا چیزی شوه تو را با دستای خودم میکشم. انسان نامرد، فهمیدی؟ آرام باش پیلوت. تشویش نکن مولا، به خاطر تو هم یگان چیز آماده کردیم. شما دوتا لودا خونه ما را ریختاندین، از حدتان زیاد گذشتین. با او خاطر خواستم که شما جوانا را متعجب بسازم. حال خود فهمیدم که شما چقدر اینا را دوست دارین و به خاطر اینا شما یکی دیگه تا نباید بکشین. نامرد، تو به آسانی نمیموری، فهمیدی تاکاجی؟ میخوایی چی بگویی تاکاجی؟ زیاد ساده است مولا. از اینجا از شما دو نفر فقط یکیتان میتونه که زنده برایه. کسی که زنده مبرایه با کسی را که دوست داره میرسه. یعنی شما یکیتان باید بکشین تا با دوستایتان برسین. یه دیگه چه قسم رزالت است ها؟ حتما برش کدام کار بسیار مهم پیدا شده، شاید عاجل بوده باشه. از این کده دیگه چی عاجل بوده میتونم میرال؟ راست میگین؟ نمیفهمم. تو به خاطر او آدمی که تو رده ای میز تنها مانده ما را تباه کردی و از ما گذشتی ها دخترم؟ مادر لطفاً. چی کردین بخیر؟ فیصله تو نکردین یا نه؟ کی باید بمره و کی باید زنده از اینجا برایه؟ حال تاسه حساب میکنم. اگه خودتان فیصله نکردین باز هر دویتان با اینا در عین وقت میمورین.
اینجا هیچ کس نباید با پیلوت. یادم دام مانده استاد، یا تو میموری یا من. منتظر باش. پیلوت از تو کده بهتر موضوع را درک کده. به خاطر کسی که دوستش داری زود شما شرف فشار بتگنی هم تو میموری همو. کامران مای او آدم در پشت سیف دای سال از دریشی سیاه پوشیده. تاکوجی اونقدرم که فکر میکنی هوشیار نیستی. تو چی قصه مفت میکنی؟ به خاطر کسی که دوستش داری یک ما شرف فشار بده. حالا زود باش مولا، گفتم ما شرف فشار بده. کار خلاص شد بیادر. نفر تاکوجی رو پیدا کردیم. فهمیده شد. چی جریان داره؟ فهمیده شد یعنی ای که تصمیم گرفته شد ودت میموره. بی غیرت اوش کنی تاکوجی. برات گفتم منتظر باش پیلوت. هنوز خلاص نشده تاکوجی. چی میکنی مولا جان؟ ها؟ اگه پیلوت میکشی باز کشته میتونی بچیم. عجله نکو، حال دروازه تو باز میشه. تا همینجا بود. خاک در سر ما شد. تو چه قسم داخلی اتاق آمدی؟ تاکوجی ترتیبات گرفته. سرویدت و سر محفل عروسی حمله میکنه. جایش تثبیت کرده تانستین؟ تا هنوز نه، اما سرش کار میکنیم بیادر. اگه از چیزی که توقعش داره برعکسش انجام بدیم کل چیزا میفهمم و جایش تغییر میده. تا آخرین لحظه همه چیزا باید به خواست خودش پیش ببریم. تو چه قسم داخلی اتاق آمدی؟ زنده باشی خواهر. هوش کنی بدت. پیلوت یک چیز بکن. نباید این کارم میکرد پیلوت. به او آدم ضرورت داشتم. درباره بیادرم او کل چیز میفهمید. مرده ها گپ زدن نمیتونن. برو استاد که رسید ناوقت میشه. منصرف شده واضح است. ما خب براتون گفته بودیم یه روسی نمیشه. جانم کم منتظر باشیم و ببینیم چی عجله دارین. توبه تو یک چیز نمیشه. اگه می آمد باز وقت می آمد. الهان طرف ما بیبی وقت سر خانوادت نیست سر یک آدم بیگانه اعتماد کنی. تو رای قسم سر میز نکاح لا کدم میره. مادر لطفا. حالا دخترم بخیز که بریم. حالا دیگه ما بعدن با ثابت کارش ازش میگیرم. ملاسای با من. داماد حالا موسیقی شروع کنیم. آمد زود باشین. بسیار میبخشی. موضوعی مرگ و زندگی بود. او را حل کده پس آمدم. ما بعدن حسابی کارت ازت پرسان میکنم. حالا دیگه آروز خانم که رقص نکنه هیچ امکان نداره. بخیز حالا دخترم بخیز چی میگن در جنازه گریان کو در عروسی رقص کو. حالا دیگه حالا نه من راستش. حالا بخیز دیگه دختر حالا دخترم حالا بخیز رقص کو آفرین. حالا دیگه حالا
مولالی لطفاً بفرمایید قلب ما رو نشکنانید. دویگو بیا در دیوانه هستین در این نصف شو در سر سرک برآمدین. بخز یک دقیقی دمویت ای دمویت برمانده بود، باید میگرفتم. دویگو سفدا یعنی یک عکس عروسی کم مانده بود. آی علی گپ چقدر کلان کردی؟ فقط که هر کس تنها عکس گرفته باشی عکس دست جمعی بود دیگه. حالی گپ پاربان به من حساب بده ببینم چطور تونستی مرد اونجا تنها ایلا کده بری؟ برات خود گفتم که موضوع مرگ و زندگی بود سفدا. ما موضوع مرگ و زندگی تو را خوب صحیح میفهمم. و پیدا کردن اون آدم رفته بودی که نامش تاکاجی است نی؟ تو از موضوع تاکاجی چطور خبر داری؟ خبر دارم دیگه نی؟ کل روزم تیر شد کوشش میکردم تو را مصروف بسازم، اما بازم نتونستم مصروف بسازم. تو یک دقیقه کل این مسئله خریداری و اینا فقط یک پلان بود که مرا بتونی سرگرم بسازی؟ بله پلان بود البته. چی فکر کردی؟ اما موفق شده نتونستم. مرا در بین محفل عروسی تنها ایلا کده رفتی. اینه یک دفعه درک نمیکنم، یک دفعه با خودت فکر نمیکنی چطور؟ اما تو کار دل خودت میکنی؟ انسان کمی به فکر کسایی میباشه که اونا را تنها مانده. ما کسی را تک تنها ایلا نکردیم سفدا. مطمئن هستی؟ بیادر کورسی نمیبینی چی بالا؟ سفدا صبر تو خوب هستی؟ سرت کجا خورد؟ باش ببینم. معلوم نمیشه چیز نشد اما چطور بود ترس از دست دادن کسی که برش ارزش قائل هستی؟ سفدا به نظرت دیت یک موضوع مذاق میشه؟ نمیشه به نظر مام نمیشه. از خاطر میفهمی باید چی کنی. از پشت آدم تا کجینام نمیری و من از دست تشویش نمیکشی، درست است؟ بیازو موضوع زو بسته شد. تاکاجی مرد. یعنی دیگه ضرور نیست که ما ای دروغا را ادامه بدم سفدا. یک چند روز تیر شوه وضعیت درست شوه یا میگم طلاق گرفتیم یا با کلگی حقیقتا میگیم دیگه. هر قسم خودت خواسته باشی. بله. چی بله؟ نمیخوای خانه بری چطور؟ از عروسی خوشت آمد؟ از چیش خوشم آمده باشه؟ قبول میکنم که عروسی خودر با شان و شوکت نبود، دفعتن شد اما بالاخره دو قلب با هم یک جا شد. دیگهش مهم نیست، همون تو نیست؟ بر صورت به ما چی؟
دویگو تو از ما چی رپورت میکنی؟ هیچ چیز نیست. چطور چیزی نیست؟ گفتی به محفل عروسی نمیایم اما آمدی بعدش میخواستی بری باز نشه آوری در سرک روان بودی نزدیک موتر زده بودید چی گپ پس برام بکنی؟ میگم هیچ چیز نیست چرا کتم غرض میگیری؟ بله جگر خون هستم اگه تو اینجا باشی تو هم جگر خون میسازم پس خوب است که مرا با مشکلاتم تنها بانی تو هم راحت میشی ما هم راحت میشم نمیشه چی نمیشه؟ یعنی میگن نه غما رو که تقسیم کنی کم میشه از او خاطر تو گفتم گوش که آقا پیلوت همیشه در 4 طرفم هستی در اصل ما یک دوست خوبم هستیم اما نشد آینده ام خدا و ام مرا جگر خون بسازی ما تو را یعنی هرچی از طرف تو باشه واضح برات میگم ما بعض غما را به خوشی ها ترجیح میتم ترکا میگن نه که هر بلایی که میایه از طرف تو باشه به سر دو دیده قبول دارم یعنی هرچی از طرف تو به ما برسه قبول دارم اگه میخوایی درد بکشی باز چیز گفتن نمیتونم من خانه میرم شبت بخیر خداحافظ پیلوت پلیس ها پشت ما میگردن در سرک پشت سر هستن خدا لعنتشان کنه یک گمی کم بود بیا که بریم تو به خاطر چی جگر خون هستی؟ خب هیچ وقت فکر نکرده بودم که کالای عروسی را این قسم بپوشم منظورت از این قسم؟ خب دروغی دگنی؟ البته متراز دیگه اما جگر خون نباش یعنی چی که جگر خون نباش؟ انسان خواه عروس کالای عروسی نمی پوشنی؟ دفعه بعد که کالای عروسی را بپوشم باز دفعه بعد چرا کالای عروسی را بپوشی؟ چون که دروغی است مگم یک روز من واقعی عروسی نمی کنم علی کسی که دوستش دارم عروسی نمی کنم هرچی قسمت باشه قسمت است البته من یک کار کنم اول بخیزم برو این کالا را تبدیل کنم سیس ما میرم کالای ما تبدیل میکنم ترکا میگن نه که هر بلایی که میایه از طرف تو باشه به سر دو دیده قبول دارم یعنی هرچی از طرف تو به ما برسه قبول دارم
علی ای عروسی ما از واقعی چی فرق داره؟ ما خود همسایی عروسی کردیم در این وقت شام چایم دم کردیم ما ششتیم یگان چیزام میخوریم با دگرها کدام تفاوت نداریم چای چای زیاد مزه‌دار است هم برم چای بانم چای جوشم خو اینجاست چای واقعا زیاد مزه‌دار آمده تو هم از این چای کمه بو خودشون زیاد مزه‌دار آمده تازه آمده واقعا مزه میده به هر صورت اینجا امن است اما از این کار با آسانی نجات پیدا کردن نمیتونیم از تلفنم باید دیگه استفاده نکنیم در هر طرف دویده پشت ما میکردن آی بچه اولین نفر خونیست که از دست ما کشته میشه یک نفر پیدا کو بره گناه را در گردن خود بگیره مسئولیت خانوادهش به عهده ما خیر و خلاص چی گپ است دیگه این قضیه فرق میکنه پیلوت این قضیه جدیست بیادر واضح است که جزای ما بسیار سنگین است تا کاجی را کشتیم کدام آدم عادی خونه بود ولی من ایشه دیگه نمیفهمم ودت من زندان رفتن نمیتونم هرچی میکنی بکوی کار حل کن چی شده پیلوت تو خود از زندان رفتن نمیترسیدی بیادر خیرت هست بچه این گپ ترس از کجا شد دیگه فقط وقتش نیست او هم هیچ وقت نیست چرا وقتش چی شده بچه تا وقتی که برگای درخت نبینم که به زمین افتیده و مسرش را نرم ها ده ای قسم روزای مبارک کسی زندان میره کلیه تمار کنده درباره بیادرت کدام کاری میخوایی بکنی علی؟ یعنی کدام راه حل دیگه نیست؟ تاکاجی متاسفانه پیش از گپ زدن مرد اما در اصل ما از دیگه جای منتظر خبر هستم بکسه که جیبی بیادر ما در منطقی ما پیدا کرده بودم یک دوست به نام یعقوب دارم او را به خاطر معلومات پیدا کردن روان کردیم اگه بیادرم کدام سابقه جرمی داشته باشه و البته که اگه سر انگشتش هم در سر بکسک باشه امکان داره پیداش کنم من حس میکنم تو میفهمی علی باور دارم که یک روز حتما بیادرت پیدا خواهد کردی علی چی تو ای کار کده؟ در مکان تاکاجی هم نفر خود مانده بود در بازیشان خودشان با بازی گرفتند نگو که با جای تاکاجی یک نفر دیگه جای نشین میشه در او چوکی او قسم یک آدم خواد شیشت که آخرین لقمه علی را در گلونش بند خواد انداخت درباره کی گپ میزنی کاکا؟ درباره بیادر تاکاجی نامش مرت است اما در دنیا از او که در نامرتر پیدا نشده زیرک است هوشیار است کسی را که نتونه بکشه امرش دشمنی را اعلان نمیکنه علی در مقابل از او مقاومت کرده نمیتونه یعنی حال کاری را که تو میکنی بان مرد حل کنه کار علی را تو صبور باش گپ ما فهمیدی؟ حالا دیگه باز میبینیم از ثبت اول نفوس معلومات گرفتم قسمی که گفتی علی و سیفدا واقعا رسی نکردن میفهمیدم حالا چی میکنی؟ اگه پای کاکایت شنیدم اگه میخوایی منتظر باش که کار علی را برات حل کنه زیادتر از این منتظر بودن نمیتونم این کار با طریق خود حلش میکنم انشالله یک کار کنم که به نظر علی سیفدا مرده حساب شود صاحب آقا در جنایت تاکاجی پلیس ها در جای پشت مجرم یعنی پشت ودت و پیلوت میگردن با جای تاکاجی جانشین شدن بیادرش هم قطعی شد
حالا خطر به علی زیاد شده. ما کدام کاری کنیم؟ نمیکنیم. به علی گفته بودم بعد از این عاقبت کارهایی را که کرده باید ببینه. شاید هم خوب شوه. اگر سر علی زیاد فشار بیایه امکان داره پس به تشکیلات ما بیایه. طبعا اگر موفق شوه و زنده بانه. مرد یعنی میگی کلی را شکست داده میتونه؟ قسمه که میفهمین مرد یک آدم بسیار هوشیار و چالاک است آقا. یعنی خودش از دشمنان یک قسمه پات میکنه. وقت سر کسی فایر میکنه تا هیچ کسی را نمیفهمه که چه قسم فایر که. پلیس در هر جای پشتی و قاتلا میگردن. بان که بگردن. اگر در سراخم پاد شوان از دستم نجات پیدا نمیتونن. ودت پیلوت و علی خاط مردن. یک رقم خاط مردن. هیچ کس هم نخواد فهمید. هیچ یک قسم که میگی اما تو راست. خب چه وقت اونا را گور خواد کردیم؟ عجله نکو. سر نامعلوم ما اعتماد کو. اول دشمنا را مشناسی بعدن خودت از یادشان میبری. ما به خاطر که در برابر خود صادق بودم از اول تا حال پابندی قضیه عروسی تقلبی هستم. این که کسی که اصرار داشت خلاص شما ما بودم. اگر یادت باشه. من تو زنده نمیمانم. ببین تاکاجی با معلوماتش یک جوی مرد. یک رای دیگه به خاطر رسیدن و بدرم بسته.